شروع کنی من میرم. یعنی اگه این کار به مرحله اجرایی نرسه من واقعا دلم نمیخواد دیگه بمونم. یه توی از اولش داره که میگم گفتم تا احساساتی هستی و راحت باش فکر نمی‌کردم. آره یادمه که توی چیز بودم، توی اونجا تازه من متوجه شدم که دارم از خانواده و اینا دارم خدافظی میکنم بدون اینکه اصلا متوجه شم که این کار دارم میکنم. دوست داشتم فقط یکی باشه که منو بفهمه بغلش کنم. تو دوست نداشتی تو اون دوران یه کامیونیتی ایرانی داشته باشی یا تجربت چجوری بود؟ نه. و واقعا قشنگ یادم یه بار با یکی از دوستام صحبت میکردم میگفتم من هیچ حسی به این خاک ندارم، هیچ حسی به این کشور ندارم. اون حس تعلقی که باید و ندارم همینه که اون حس امنیت رو نداشتم. خب واقعا به نظر من ناراحت کننده ترین چیزی که راجع به ما وجود داره اینه که اون امنیت هیچ جا وجود نداره. و از این که من گاوم، یعنی من گرفتم اون رو به خودم برچسب چسبوندم و شروع کردم به عزاداریش. من واقعا برام سواله آیا اونایی که از نزدیکای من، دوستای من، خانواده من ایران موندن از خونه‌شون کم نشده با رفتن من؟ و حس میکنم شده. میاد دیگه آدم ارزشی فاش. آره. میدونی؟ یعنی اصلا از این کلمه بدم میاد.